دوستان سلام، امیدوارم که خوب باشید. این روزها یه ویدیو از نحوه عملکرد همکارای بنده توی فضای مجازی داره دست به دست میشه و چندین نفر از شما هم اونو برای من ارسال کردین. خواستم یه توضیحاتی در قالب این ویدیو خدمتتون عرض کنم، امیدوارم که براتون قانع کننده باشه. همه نگرانی مسافرای عزیز، هموطنای عزیزمون برای ما قابل درکه و ما تو واحد فنی مهندسی سعی می‌کنیم از هیچ تلاشی دریغ نکنیم برای اینکه هواپیما همیشه سالم و از نظر فنی مهندسی تو بهترین شرایط خودش باشه برای پرواز. استفاده از چسب‌های آلومینیومی یا اسپید تیپ ها که روند نرماله و یه عمل کردی که تو همه ایرلاین های دنیا این اتفاق میفته و از نظر فنی مهندسی این اشکالی نداره تا هواپیما به صورت تمپرری رفع ایراد بشه و برگرده به بیس خودش تا اونجا به صورت کامل این ایراد رفع بشه. نمونه هاشم براتون میذارم، امیدوارم که براتون جالب باشه و از اینکه ما رو فالو میکنید و دنبال میکنید خیلی ممنونم.